یو واتساپ گایز، من بخشی هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از بازی جی تی ای وی. ویدیو امروزمون در مورد فقیر و ثروتمند شدن در جی تی ای وی. خب من این چلنج رو با فرانکلین رفتم. همونطور که میبینید الان بیچاره همه چیزشو باخته، فقیره و کارتون خواب شده. اولین کاری که کردم رفتم پیش مایکل که ببینم شاید برام یه شغلی داشته باشه و یه کاری دست پا کنه. در که زدم مایکل سه زد که کیه، بعدش اومد پایین. وقتی که اومد پایین بهم گفت نگران نباش، برات یک کاری جور میکنم، ولی الان چون شب وایسا پرده صبح بهت بگم که چه کار کنی. منم چون جایی نداشتم واسه خوابیدن بهش گفتم حداقل یه زنگی بزن جایی واسم پیدا کن. زنگ که زد گوشی و کسی جواب نمیداد. گفت باشه امشب و پیش ما بمون، البته تو خونه جا نیست، برو تو گاراژ بمون. خونه به این بزرگی لامصب منو تو گاراژ خودش جا داده. خب یه جوری شب رو اونجا گذروندم. صبح که شد، صبح زود ساعت 5، گفته بود ساعت 7 باید سر قرار باشم. ساعت 5 من بیدار شدم و زود رفتم، چون ماشین نداشتم باید پیاده میرفتم تا جایی که گفته بود. وقتی که رسیدم اونجا یه پیام از سیمیون برام اومد که موتور وسط گذاشتم اینجا، بردار و برو به لوکیشنی که بهت دادم. و وقتی به لوکیشن رسیدم گفت که یه ماشین اینجا هست، اون ماشین رو از اونجا بدزد و بیار واسم. ولی اینجا یه اتفاق عجیب برام افتاد، پلیس یکی رو له کرد و رفت. وقتی رفتم داخل دیدم 2 تا ماشین گذاشته شده. البته اون یکی که اونجا گذاشته بود بهتر از این یکی بود، ولی نمیدونم چرا اینو خواسته بود. خب بر طبق خواسته اون منم اجراش کردم. و وقتی ماشین رو که برداشتم 2 استار پلیس بهم خورد و یکم دزد پلیسی بازی کردم و فرار کردم. پلیس رو گم کردم که دوباره برم پیش سیمیون. و وقتی رسیدم اونجا دیدم بهم $10,000 داد. خب یه چیز خوبی واسه شروع. همین که این پول بهم رسید رفتم تو جایی که اسلحه میفروشن، یک اسلحه کمری یعنی کلت خریدم که لازمم میشه. رفتم لباس فروشی، یه جفت لباس واسه خودم خریدم، البته به خاطر کفشش رفتم. و چون پول داشتم یه جفت لباس خوب خریدم واسه خودم که از سرما محافظت کنه. رفتم یه چند تا مواد از این یارو خریدم و یه جای دیگه اونا رو فروختم که یه پول خوبی به هم رسید، ولی نه چندان زیاد. در همون حین از سیمیون یه تماس واسم اومد که بیا کارت دارم. منم یه ماشین گرازه که اونجا بود برداشتم و رفتم سراغ شغلم. وقتی رسیدم به لوکیشن دیدم یه ماشین اونجاست با یه یارو که همراه من بود. خب ماشینو که برداشتم به هم یه لوکیشن دیگه داد که برو اونجا یه ماشین است، اونو بردار و بیار واسم. وقتی رسیدم اونجا دیدم آدم‌ها زیادی منتظر بودن تا من بیام و منو بزنن. خب منم کار خوبی کرده بودم تا اسلحه خریدم و شروع کردم به زدن همه. وقتی همه اینا رو زدم ماشین رو برداشتم و از اونجا فرار کردم. البته تو راه یه چند تا ماشینم دنبالم کرده بودن. این ماشین رو صحیح و سالم به مقصدش رسوندم و یه $10,000 دیگه به هم رسید. دوباره به مایکل زنگ زدم که شغلی کاری داره واسم. گفت فردا صبح یه کار است ولی امشب باید یه جای بگذرونی. خب منم چون کنار سیمیون بودم رفتم دفترش، بهم جا داد، اونجا خوابیدم. صبح که شد رفتم سر قرار و اینجا که رسیدم بهم پیام اومد که برو یه جایی، اونجا یک وین است، اونو بردار و بیار واسم. من وقتی رسیدم اونجا نه فقط وین بود بلکه یه چند تا آدم هم اونجا بود که یکم باشون درگیر شدم.
وقتی همه اینا رو زدم ماشین رو برداشتم و از اونجا فرار کردم. البته مثل دفعه قبل یه چند تا ماشین دوباره دنبالم کرد. تقریبا رسیده بودم که یه ماشین دیدم پشت سرم داره میاد و بعد اونو میکشتم تا مزاحم کارم نشه. خب ماشینو که تحویل دادم یه $10,000 دیگه به هم رسید. بعد از کلی کار کردن خلاصه یه 500 تایی جور کردم، 500,000 جور کردم و رفتم یه معامله بزرگ انجام بدم. یه چند تا مواد خریدم از یکی و میخواستم اونا رو بفروشم. وقتی رفتم سر قرار دیدم یه آدم اونجاست با یه دبه از مواد. البته نمیدونم پلیس از کجا اومد، فکر کردم این پلیس خبر داده و گرفتم کشتمش. با زدن پلیس ها ماشینشون رو برداشتم و از اونجا فرار کردم. رفتم تو یه گاوداری، اونجا منتظر موندم تا پلیس ها گمم کنن. و وقتی پلیس ها گمم کردن یه ماشین دیگه دزدیدم و مواده رو به جایی بردم که با قیمت بیشتر بفروشم. خب تونستم $1,000,000 جور کنم. حالا که پول خوبی داشتم و یه ماشین، رفتم سراغ یک بانک و اون بانک رو دزدیدم که به هم خبر داده بودند اونجا طلا است. اول یه تیر هوایی زدم که همه فرار کنن، بعد دوربینا رو خاموش کردم که منو نبینن. بعد از خاموش کردن دوربینا یکی از این آدمکا رو ترسوندم که بره در رو واسم باز کنه. خب وقتی در رو واسم باز کرد رفتم داخل و چون صورتم رو دیده بود نتونستم راش کنم بره. خب یه تیر خلاصش کردم. وقتی رفتم داخل دیدم نه تنها اینجا طلا است بلکه یه مقدار پولم اونجا گذاشته شده. اونا رو هم برداشتم. تقریبا یه $430,000 پول بودند و مابقی همشون طلا بودند. وقتی همه اینا رو دزدیدم چون پلیس ردمو زده بود دنبالم بود، بعد یه جوری از دست این پلیس خلاص می شدم. خب منم نمیخواستم وقت رو هدر بدم، زود ماشین رو برداشتم و از آنجا فرار کردم. و سر یه بزرگراه پلیسی جلوم بود و من از اونجا ماشین رو پرت کردم پایین که خوشبختانه یه جا واسه قایم شدن بود و پلیس اونجا منو گم کرد. خب با این دزدی تونستم $2,000,000 واسه خودم جور کنم. اولین کاری که کردم رفتم آرایشگاه، به سر و صورتم یه صابون دادم تا خوشگل بشم. موهامو یه خطی زدم و ریشمو پروفسوری زدم. از اونجا که اومدم بیرون مستقیم رفتم لباس فروشی و یه جفت لباس خوب واسه خودم خریدم. یه جفت کفشم خریدم که خوشگل به نظر بیام. بعدش رفتم دنبال ماشین. یه نمایشگاه گیرم اومد و با خرید ماشین خود نمایشگاه رو هم خریدم. رفتم سایتشون و یه ماشین خوشگل واسه خودم سفارش دادم.
بعد از اینکه ماشینم اومد یه همچین مدلی بود، خیلی ازش خوشم اومد. ماشینو که برداشتم یه چیز دیگه مونده بود، اونم خونه. رفتم دیدن خونه. البته قبلش به یکی زنگ زده بودم، رفتم اونجا تا خونهشو ببینم. آدرسش رو یکم اشتباه اومدم، دوباره اومدم عقب و رفتم ببینم خونه. من نمیدونم چرا هر جا که میرم این پلیسا با سرعت زیاد از پیشم دارن رد میشن. خب وقتی رفتم داخل خونه دیدم مثل این که جای خوبی اومدم. اینجا آشپزخونه است، میز نهارخوری و یه حال با ویو شهر. خیلی هم زیبا بود. رفتم بقیه خونه ها رو ببینم که راه پله زده بود به پایین. اینجا رو که تماشا میکنه آدم کیف میکنه. و اینجا هم یه اتاق خواب داشت، خواب بزرگ، جای لباس عوض کردن و یه حموم بزرگ. البته اینجا هم یه آبشار دیگه داشت. یه طبقه دیگه هم مونده بود. رفتم پایین که البته تو راه مثل این که همشون آبشار داشتن. و اینجا یه اتاق بود که میتونستم راحت بشینم و کتاب بخونم و یه اتاق گیمینگ واسه خودم داشتم که اینجا ویدیو هم بگیرم و استریم کنم، بشینم کسب درآمد کنم. خلاصه این بود از 0 تا 100 این ویدیو که فرانکلین بیچاره کارتون خواب بود و چطوری به خونهش رسید. امیدوارم همه تون به آرزوهای خوبتون برسید. حتما ویدیو رو لایک کنید و چینل رو سابسکرایب کنید. اگه میخواهید قسمت بعدی داستان گلامک رو از دست ندید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا جمعه، فکر کنم شنبه، اون قسمتش بیاد. خب تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.